صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، چهارشنبه‌های امام رضایی، حرم مطهر حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. میدونم حال مردم خوب نیست، گرونی‌ها خیلی داره فشار میاره، فشارهای اقتصادی کمر همه خانواده ها رو داره میشکنه، اما ما صاحب داریم و صاحبمون آقا حجت بن الحسن ارواحنا فداست. بیاین امروز که روز ولادت میوه دل امام رضا آقا جواد الائمه است، از آقا ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا بخوایم که عیدی ما رو امروز فرج آقا و مولامون حجت بن الحسن قرار بدن که انشاءالله با ظهور حضرتشون همه رفع هم و غم و گرفتاری از قاطبه شیعیان و محبان امیرالمؤمنین بشه. نایب الزیاره دعاگوتون هستم در حرم حضرت رضا، انشاءالله در باقی مانده ماه رجب ببینمتون. یا علی مدد.